HPV یا زیگیر تناسلی بجز روش سکس منتقل میشه؟ در خدمت آقای دکتر ابراهیم زاده هستیم. آقای دکتر به ما پاسخ میدید؟ ویروس یه ویروس ناپایداری، یعنی تو محیط شاید در حد 2-3 ثانیه، حالا ما زمان نگیم، ولی جزء ناپایدارترین ویروس ها هستش. بنابراین این که بگیم ما استخر بوده یا عوامل دیگه، اصلا ویروس تو محیط بگیم اصلا در حد یه پلک زدن بیشتر زنده باقی نمیمونه. مثل بقیه ویروس ها، ما مثلا تو ویروسی مثل HBV یعنی هپاتیت بی میگیم آقا ممکنه تو لخته یکی دو دقیقه زنده باشه، ولی در مورد این ویروس حتی این هم صدق نمیکنه، اینقدر کوتاه و ناپایدار در محیط پس یعنی عملا تقریبا میشه گفتش که منها یک خیلی درصد کوچیکی جز روش سکس انتقال دیگه ای نداره. تقریبا اگه سکس رو بخوایم انواع و اقسامش رو ذکر کنیم، اورال سکس هست، به هر شکلی تماس پوست یا مخاط با هم اتفاق بیفته این انتقال